من خودم هم اصلا گم شدم برای خودم. من اصلا متخصصی ساحه ژورنالیستیک هستم، هم ژورنالیستی کسبی هستم، ژورنالیستی خوندم و هم محقق نظریه و تاریخ ژورنالیستیک هستم، ولی سالهای زیاده به تحقیق تاریخ خلق تاجیک و ملت تاجیک مشغول شدم و تاریخ دانگوییشان هم به همین وابسته است از یک سمت. از جانب دیگر من به موضوع تاریخ جنگ و صلح تاجیکستان دست زدم. شاید کسی دیگری در تاجیکستان به حد من مواد درباره جنگ و صلح تاجیکستان نداشته باشد. ژورنالیست است بیش از این فهمیش بسیار محدود ملی ما است متاسفانه. البته زادگاه این چیزی مقدس است، چیزی بزرگ است. من در اینجا خونی ناف من ریخته است میگویم، ولی این را گمان کردن که از همه بالا گذاریم، به اصطلاح روسی مالای رودین را به پیش گذاریم، این تفکری روشن فکری اصلا نباید باشد. گرچه متاسفانه در ادبیات ما، در بین ادیبان ما هم شخصانی که تکیه به محل دارند و ستودن محل را دوست می‌دارند کم نیستند. من همیشه در یک فکر بودم و هستم که عشق پاکترین چیز دنیا است اصلا خودش. و من بسیار وقت از ادیبان کلاسیکی تاجیک ناراضی هستم. برای خودم ناراضی هستم. میگم چنان ما را به پاکی عشق عادت کنند که ما از اون پاکی عشق خودمون گم کردیم و ما در همون غرق ماندیم و ما همون در دل ما عشق یک چیزی کودکانه را به شکل ابدی نگاه داشت. ما به صفت به شکل ابدی کودک ماندیم. این کودک باوری به اون چیزی که ما یک بار دیدیم و یک بار گفتیم. ما صاحب این ملک هستیم. خلق تاجیک صاحب ملک آسیای میانه است، ولی نمونه این خلق، چیزی که از این خلق مانده است، یک پادشاهش، یک سلاله پادشاهش که به میان آمد، هر آنچه که از سلاله پیشتری بوده است اونا نیست میکردن و تا به ما هیچ نمونه. من حتی در تاریخ بخارا خواندم که فلانی پادشاه شد، در فلان جا یک مسجد بود و این مسجد ویران کرده، با چوب اون مسجد دیگر ساخت. اگر روس‌ها نمی بودند تاجیک دولت نمی داشت. دولت ما نبود و نمی داشتیم. روس دولتی بزرگ ما ویران کرد، به ما مملکت مایده نساخت. نه، از دست دولت‌های دیگر همین زمین مایده کشیده گرفته به ما داد. شما همین که نگاه کنید، ترکستان این مملکت ترکی بود، بخارا این مملکت ترکی بود. از بخارای ترکستان همین یک پارچگی زمین جدا کرده، همین ساخت. خیریت عالم‌های روسی در آسیای میانه بوده، به هر حال به همین چیز اونا آوردند، وگرنه ما به هیچ مونده بودیم. من از خدا میترسم. من از 9 سالگیم تا سال 2011 روزه داشتم. بعد جراحی بعد من روزه داریم بس کردم. دکتر گفتن که ندار. من قرآن هم میخونم، ولی من اون کاری میکنم که در عملم در فهمیش من، به فهمیش من موافقت میکند. معلم اسراری یک روز من دعوت کردن، گفتن که رئیس دانشگاه میگوید که اگر عثمانوف عریضش پس گرفت فاکولته ژورنالیستیک میکشویم. بیولوژی. من گفتم که من معلم تو فکر کردم گشته به دهان نمیگیرم، من عریضه نمیشه، من موندم. معلم تبلیغی بسیاری کردم، گفتن که من تو چندین سال است که برای شعبه ژورنالیستیک مبارزه میبریم، حاضر امکاناتی تشکیل فاکولته است، بیا روز شب یک روی نکن، جهوتی نکن، گفته خودشون و کردن. بعد غیب بخلاصی آمدم که گفتم که من راضی میشم فاکولته تشکیل شود 6 ماه
من دکنی میکنم بعد بس میکنم، لیکن گفتم شرط من همین اعلان میدن که به فاکولته تشکیل بشه، فاکولته تا تشکیل میکنند، من تعیین نمیکنند و من شورای علمی انتخاب میکنند. همین که انتخاب شدم هر دو نسخه عریضه ما در نزد شما و در نزد رکتور میدارونم، آتش میزنیم همونجا. و همین راضی شدم، فاکولته تشکیل شد، من دکان انتخاب کردند. من دو دکان دو فاکولته بودم، هم فیلولوژی تاجیک هم ژورنالیستیکا. متاسفانه از جهت صفت، از جهت اهمیت اجتماعی، ژورنالیستیک امروزی تاجیک را با ژورنالیستیک 10 سال پیش مقایسه کردن نمیشود. من میخوام که ژورنالیستیک ما روح تاجیکیت، روح آزادی خواهی، روح حقیقت گویی، روح تلاش زندگیش را مستحکم تر کند. زمانی درس دادن من، زمانی فهمیدن گپ من گذشت. اکنون باید دیگر را درس دهند، گپ دیگر را فهمیدن آسان تر می شود. پارلمانت وقتی در کار است که قانون تطبیق شده تواند، چون که پارلمانت با قانون سر و کار دارد. پارلمانت وقتی با کار است که در پهلوی قانون براری، پارلمانت با مسئله های اجرایی آن هم به حد دست داشته باشد. یعنی بیشتر مندت گفتنی گپ بود، مندت داشتنش در کار است. پارلمانت در شکلی که حاضر ما داریم هنوز برای درباره پارلمانت تکمیل یافته گپ زدن بر وقت است. من پروز میگم که اگر عربی ما فارسی میگفتگی باشیم، کلیک نه تاجیکی گفتم که این خطی ما شد. هی علاوه کردیم، غیر علاوه کردیم، جی علاوه کردیم، او علاوه کردیم، گرچه امروز پرتوفتن از برش بر آمدن. این خطی ما هستیم. الان که گپ دربارش است. خطی کریلی من به شما مخفی میگم، شما به شنونداتون نرسانید. خطی کریلی این خطی قدیمی 2000 سال پیشتری ما است. ما وقتی که دولت من شما اسکندر مکدونی گرفته بود، خط یونانی جور کرد. پولهای سکه کوشانی ها به خط یونانی است. خط یونانی یعنی خط کریلیک است. ما تاجیک، ما فارس نیستیم. فارس هیچ وقت خودش تاجیک نمیگوید. یگان فارس ایران برای کریم کدام فارس خودش تاجیک میگوید. تاجیک افغانستان اگر گویی که تو فارسی میگوید که بابات فارس. اگر برای مردم فیسبوک ژورنالیست باشد نمیدونم، ولی برای من دفتری خاطره دخترای خانه، دختری خانه من چی گفتن؟ دختری خانه گفتن دختری به بلاغت رسیده شوهر نکرده و رازهای خودش می‌نویسد و به دوگانه‌اش برای خواندن می‌دهد. هیچ کس اگر خودش رو، هر کس اگر خودش رو انسانی با وجدان حساب می‌کنه باشد، عقیده‌اش رو چون دستپوشک عوض نکند. عقیده عوض کردن این معنای عقیده نداشتن است.